خوب راپا با مشت پیدا کرده چند وقت ندیمت. جانا ما این واقعیش برای نیروی انتظامی نوشتم. احسن. فردا امتحان در اومد. احسن. دیگه گفتم بیام هم خانه خاله. وقت بیار لقمه بخور وقت. نه به خدا جا ندارم سیرم به خدا. خب وقت خاله جان بیا بسر زبره بینشی چونو کارمونی خاله. با قرآن سیرم هر لقمه وقت حمالا شام خوردم. عروس عمو جان راحت بشین بخوریم بزش ما راحت بشین. وقت تعارف نکرد دیگه وقت بیا دیگه بیا لقمه بخوریم دور هم دیگه. با خدا سیرم عمو. ای بابا حالا که هم تعارف منین میام یک چینگلینگ منومه. تو منین عمو اینجا. تو مریم به طلبار داریم همینجا میدون بار. خاله جان سرز یکم ورزی همین برزینش ها دستش مادر نباشه اون قشاق و مربطه بیزم خواسته بیا خوبن همون خدا رو شکر لیخ منه خوبه سرز نداریم خاله بیا خاله جان دستش مادر نکنه ببخشید راحت بشم زنده بشه بیا خاله دستش مادر نکنه خاله جان اکم دیگه ندارید بریزین خدا تمام رفته هیچی نداره قبل من از تو هم نیشابه نخوردیم نیشابه یک کم بسید نیشابهش بده همونجا یکم تره گیر کرده تعارف زیاد کردن به خدا اگر نه نمیستم ما بخورم میشن راحت باش گلیم گیر کرده الله شکر نمو خاله دست شما در نکنه همین بود که خیلی گه تعارف کردن به خدا اگر نه خانه خیلی شام خورده بیام خیلی گه اصرار کردن دیگه یک چینگلینگ کردم عمو جان عمو جان جان از این بعد چینگلینگ تا ده خانه خود شما بکو شام تو بیاد خانه ما بخور